کسی که خونش خیابون فرشته تهرانه بایدم تلویزیونش این مدل باشه. وقتی مشتری گفت یه تلویزیونی میخوام که کیفیت تصویرش زبان زد خاص و عام باشه، جز براویا 9 سونی چیزی به ذهنمون نرسید. تو یکی از سردترین شب‌های سال، دمای -9 درجه و هوای مه آلود، اومدیم به سمت تهران. این بارو با لباس کردی رفتیم. اونم کجا؟ خیابون فرشته، شانزلیزه تهران. همه چی اینجا خاص بود، از ساختمونای لاکچریش گرفته تا ماشینای لوکس و خفنش. این تلویزیونم که انقدر خاص و حساس بود، باید خودمون می اومدیم. این 11مین براویا 9 بود که میخواستیم توی فرشته تهران تحویل بدیم. خونهشون هنوز آماده نبود، ولی برای نصب این تلویزیون خیلی عجله داشتن. به هر حال بعد از محاسبات دقیق آکورد و 38 رفتیم سراغ نصب این گوهر نایاب ژاپنی. تا حالا هزاران مدل تلویزیون نصب کردیم، ولی براویا 9 واقعا یه چیز دیگه است. حافظ تاج و تخت سونی و رقیب سرسخت LG چیفون. تلویزیونی که با روشنایی دیوانه‌وار 2900 نیتی لقب روشن‌ترین صفحه نمایش دنیا رو یدک میکشه، جوری که نور خورشیدم وسط روز جلوش کم میاره. دیگه به قول خودتون شاهکار سونی بود دیگه، آخرین ورژن تلویزیونی بود که داده بود. بالاتر از این دیگه. چه خوب که باهاتون تماس گرفتم. ممنون از تیمتون، همه چی عالی بود.